برگزاری نشست گزارشدهی و ابلاغ فرمان شماره 20 زعیم امارت اسلامی در مورد پلان تفصیلی شهری در شاروالی طالقان مرکز تخار. در این نشست مسئولان در شاروالی طالقان ضمن ارائه گزارش از کارکرد بخش‌های مختلف شاروالی از بلند رفتن 69% عواید این اداره خبر داده تاکید کردند که شاروالی این شهر بیشتر از 93 میلیون افغانی عواید را در 2 سال روان از بخش‌های مختلف جمع‌آوری نموده است. مسئولان شاروالی از مردم می‌خواهند تا در امر بهبود وضعیت شهری با این اداره همکار باشند. باید خواهش ما از همین اصناف است که برای دکاندار سبا بگویند که همین موترش در دمی روی دکان یا در سرک ایستاد نکنند. دم دکان دیگه که نیست در سرک ایستاد میکنن. وقتی همین خیلی رئیس اصناف یا مسئولین اصناف یا دکاندارا که همین مراد نکنیم دیگه کس هم نمیکنن. اونجا پارکینگ از پارکینگ های شخصی و چند تا پارکینگ هم شاروالی برای همین اداره ترافیکی انتخاب کرده بود اما کسی توجه نکرد. همین که دکاندار که موترش در دمی روی سرک ایستاد کرد مانی رفت آمد مردم می شود. بر تمام همشهریان ابلاغ شد که در بخش عوایدی شاروالی طالقان در 2 روز گذشته نظر به 2 روز قبلی سال قبل 69% افزایش نشان میداد و در بخش انکشافی شاروالی طالقان حدود 8 پروژه را در سال 1404 پلان نموده بود که خوشبختانه در سال 1404 در 2 روز اولش 5 پروژه شد تطبیقش آغاز کرده و فعالیت‌های چشمگیری داشته که حدود 40% و 50% تا 80% بعضی پروژه‌های ما تطبیقش صورت گرفته و 3 پروژه ما باقی مانده. ان شاء الله در 2 روز آینده تطبیقش آغاز می شود. در همین حال شماری از وکلای گذر و باشندگان شهر طالقان ضمن ابراز خرسندی از تطبیق پروژه های مختلف و انکشاف سرک عمومی شهر طالقان همکاری همه‌جانبه‌شان را نیز با شاروالی اعلان کرده و خواهان تطبیق پروژه های بیشتر از سوی شاروالی و بهبود وضعیت شهری شدند. در قسمت تطبیق پلان‌های تفصیلی که شهرداری امروز مثلا 2 به سالهای گذشته و سالهای که پیش رو دارن این پلان را طرح کردن دیزاین کردن این بسیار مؤثر و مثمر واقع میشه در جامعه. ببینید در اداره ما شما حسابداری داریم یا در کل طرح و دیزاینی که کرده بودن این را به نمایش گذاشتن در محضر مردم. ما خوشحال به این هستیم که حرکتی را که برای انداخته شاروالی محترم یک حرکت علمی بوده و ما مطمئن هستیم که و از این حرکتی را که دیگه برای انداخته در قسمت تطبیق مؤسسات پلان شهری و در قسمت و بخصوص نقشه های تفصیلی را که دیگه برای انداخته این یک گام خوب و گام مثبت میباشد. گفتنی شاروالی طالقان همه ساله از کارکرد و فعالیت خویش با حضور وکلای گذر، اصناف مختلف شهری، تاجران و کسبکاران معلومات ارائه می نماید. امسال هم از فعالیت‌های ربع اول و دوم خویش که شامل بخش‌های اداری، عوایدی، انکشافی، تنظیف و سرسبزی شهری، تنظیم مارکت‌ها و خدمات شهری معلومات ارائه نموده و همچنان از تطبیق فرمان شماره 20 زعیم امارت اسلامی نیز معلومات ارائه کردند.